در شرق اوکراین جداییخواهان رو به روسیه ظاهراً تمام گوشه‌های شهر دبالتسو را زیر نظارت گرفتند. روز 18 فوریه با فرمان پرزیدنت اوکراین پترو پروشنکو نیروهای اوکراینی از دبالتسو که چهارراه‌های مهم نقلیاتی به شمار می‌رود بیرون شده بودند. صرف نظر از آتش‌بس که 15 فوریه به حکم اجرا درآمده بود، روزهای اخیر دبالتسو شاهد برخوردهای وزنین میان نیروهای ارتش اوکراین و جداییخواهان رو به روسیه گشته بود. پارلمانت مولدووا یک سیاستمدار رو به اروپا را سروزیر این کشور انتخاب کرد. چیریل گابوریسی در آوازدهی 18 فوریه به این مقام تصویب شد. در انتخابات اخیر مولدووا که ماه نوامبر دایر گشت، ائتلاف زیر رهبری گابوریسی دست بالا شده بود. این ائتلاف از توسعه همکاری با اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کند. صاحبکار 38 ساله گابوریسی وعده داده است که روابط کشورش با اتحادیه اروپا را تحکیم می‌بخشد. در حالی که روابط روسیه و اتحادیه اروپا به سردیگر رویده اند، مسکو واردات مال مولدووا را مورد تحریم قرار داده است. در شهر شمال و غربی بنوی پاکستان مردم بیخانه و جای مانده برای گرفتن غذا صف آراستند. بسیاری ها شکایت دارند که ساعتهای زیاد نوبت پاییده مقدار ناچیز آذوقه دسترس می کنند. در دوام 8 ماه گذشته از زمانی که ارتش پاکستان در شمال وزیرستان عملیات بر ضد طالبان را آغاز نمود، بیش از 1 میلیون نفر مکان دائمی زیست خود را ترک نمودند.